بهمنیار ندیروف و همکارانش در خبرگزاری ازای پلوس همه روزه برای گرفتن معلومات به مقامات مراجعت میکنند، ولی گرفتن معلومات از مقامات رسمی کاری آسان نیست. متاسفانه برای گرفتن یک معلومات عادی که برای یک خبر کوتاه ضرور است باید تصدیق یا رد کرده شود. لازم است که به چند رقم زنگ زنید، از سخنگو سرکرده تا سرداری ریاست و تا رهبریت سطحی بالای یگان مقامات و بعد این هم شما نمیتونید و خبرتون را تصدیق یا رد کنید بعضاً. چون این وضع تنها مشکل کارمندان خبرگزاری ازای پلوس نیست، دیگر رسانه‌های غیر دولتی از جمله رادیوی آزادی هم سالهای اخیر در گرفتن نظر مقامات با مشکل روبرو می‌شوند. پاسخ‌های مقامات به درخواست‌های ژورنالیستی هم قانع کننده نبوده است. وقتی که ما در موضوع و مقامات مراجعه میکنیم اونها نامه طلب میکنن. در این صورت ما با سه حالت روبرو میشویم. اول اینکه مقامات نامه های ما را اصلا پاسخ نمیدهند، یعنی در اکثر حالت ها چون این حالت رخ میدهد. و در صورت دوم ما نامه ها را میگیریم اما خیلی دیر، حتی نامه های هستند 1 ماه بعد، 2 ماه بعد و حتی این 3 ماه بعد ما نامه ها را جواب اون را دریافت میکنیم که در این حالت دیگه تقریبا که مطلب الکی چاپ شده است و این نامه اهمیت خود را از دست میدهد. و در صورت سوم مقامات یا که نهادهای دیگری که ما با آنها نامه میفرستیم نامه را پاسخ میدهند، اما اون چیزی که مثلا ما میخواهیم در نامه جواب اون را پیدا نمیکنیم. آرامی ها را با وجود آرام و مقامات انتقاد درباره دسترسی به اطلاعات را رد می‌کنند. نشست خبری رهبران ساختارها که هر نیم سال برگزار می‌شود، به گفته مقامات یک دلیل همکاری خوبی آنها با رسانه‌ها میباشد. در یک گزارش انجمن ملی واسطه‌های اخباری عامه مستقل یا ننسمیت آمده است خودداری مقامات از پیشنهاد اطلاع ضروری خبرنگاران را مجبور کرده است که از دیگر راه معلومات ضروری را پیدا کنند. یکی از این راه پیدا کردن منبع‌ها در اداره‌های رسمی است. ننسمیت از ماه ایول تا آگوست سال روان به اداره‌های رسمی 58 درخواست ژورنالیستی ارسال کرده است که 37 تای آن بی جواب است. و از همه چیزی تشویش‌آور این است که نهادی که به نظارت اجرای معیار قانون متصدی است، یعنی پروکراتور گنرالی، با درخواست‌ها پر را بی‌اعتنایی ظاهر می‌کند، یعنی به درخواست‌های ژورنالیستی پاسخ نمی‌دهد. ما برای گرفتن نقطه نظر دادستانی کل تاجیکستان به بینای این نهاد آمدیم، اما در اینجا کسی از جمله مسئولین دفتر مطبوعاتی آن حاضر نشدند با ما صحبت کنند. طریق تلفن هم ما نتوانستیم نظر دادستانی را در این باره پرسیم. با تاکید کارشناسان خودداری از پیشنهاد معلومات سریع وقتی به خبرنگاران برای کشور عاقبت‌های خوب ندارد. مقامات، منظورم دولت، حکومت، همون اصول حساب‌ده بودن خود در نزد مردم از طریق رسانه‌ها عملی میکنند. وقتی که همین کار صورت نمیگیره به معنی است که اونا برای خودشون میرن، مردم برای خودشون. نگرانی از مشکل شدن کار خبرنگاران مستقل در تاجیکستان و محدود شدن آزادی بیان بارها از سوی سازمان‌های حامی حقوق صدا داده است، ولی مقامات همیشه تاکید کردند که آزادی بیان در کشور تامین است. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.